سلام بینندگان عزیز، خبر و گزارش‌های تازه تاجیکستان و جهان را در اخبار آزادی تقدیم شما می‌کنیم. امروز دوشنبه 23 اوگوست، عبدالله اشرف هستم همراهتان. حالا توجه کنید به سرخطی موضوعهای برنامه امروز. بالاروی نرخ گاز مایع در تاجیکستان وضع رانندگان را تباه کرده است. حاضر 8 سومونی سحری میره 8 سومونی آبیتی میاد 820 بگم میره 840 در روز دو برنخ تقدیم میاد. ارتشی از طالبان شکست خورده افغانستان را به فساد و رشوتخواری متهم میکنند. نرخ کتاب در نمایشگاه دوشنبه ارزان شد اما باز هم خریدار کم است. یک نشریات نمیتونه بی درآمد هم خیلی کتاب چاپ کند. هفته دوم است که در تاجیکستان نرخ مواد سوخت خصوصا گاز مایع پیاپی بالا می رود. حالا در نقطه های فروش مواد سوخت ارزش 1 لیتر گاز مایع به مرز 10 سومانی نزدیک می شود. با دیگرانی از کجا می وزد و بالاروی نرخ سوزشواری روی دیگر مال و خدمات چی تاثیر دارد؟ همکارم برات یوسفی از شهر دوشنبه در این باره گزارش می دهد. در سبقت بالاروی نرخ‌های مواد سوخت در تاجیکستان، گاز مایع تقریباً هر روز با رکوردهای نو دست یافته به مرز 10 سومانی برای 1 لیتر نزدیک می شود. بالاروی به سابقه نرخ گاز و بنزین ساکنان خصوصاً راننده‌ها را حیرت زده کرده است. سیستم چند تیم بود. حاضر 8 سومونی سحری میره 8 سومونی آبیتی میاد 820 بگم میره 840 در روز دو برنخ تقدیم میاد. نمیدونم ای کدام حساب باشه. راننده‌های مسافربر میگویند با این قیمت‌های گران مواد سوخت تقریباً درآمد ندارند و پول یافته‌شان را به جیب مالکان فروشندگان مواد سوخت می‌پردازند. پویده اکا یگون چی نداره. خیلی 4 آدم میگیریم 3 سومونی میریم. خودش 12 سوم میشه ما 10 سوم بنزین ریختیم. یگون خیلی فایده نیست اکا جون. گاز چی گاز هم 8 سومون و 50 دیرم اینا زاپرافکا و بنزین بود 9 سومش کده. آخه مدام جورای نمیشه. گاز قطعی با کم میگردیم، تماما کم میگردیم. گرانشوی قیمت مواد سوخت روی همه گونه مال و محصولات تاثیر رسانده است که در نهایت بر ضرر جیب مردم تمام می شود. بازارشناسان یک سبب بالاروی به سابقه نرخ مواد سوخت در تاجیکستان را بر رقابت ناسالم شرکت‌ها و مونوپولیای بازار مواد سوخت از سوی چند شرکت بزرگ وارد کننده می‌دانند. به قول آنها شرکت‌های بزرگ به خاطر بیرون کردن از بازار در فصل بهار قیمت گاز مایع را از ارزش اصلی پایین کرده شرکت‌های خرد را مفلس کردند. اون شرکت‌های خرد که نه بازینگرای نوی که پیدا شدن آنها مفلس شدند. امکانیت‌ها رو از دست دادن. شرکت‌های کهنه‌ای که علاقه انحصاری بازار رو انحصاری کرده بودند آنها علاقه با واسطه بلند برداشتن نرخ خراجات‌هایی که نرخ رو پس کرده بودند از همین آنها خراجات‌های خود رو اکنون برگردانده ایستادند. فرض کردیم 2 سومون 3 سومون آنها نرخ رو پایان می‌کردند با ضرر رقیب خود اکنون 2 سومون 3 سومون 4 سومون نرخ رو می‌بردارند با ضرر مردم اکنون. یک برابر کم ذخیره کردن گاز مایع از سوی شرکت‌های وارد کننده را سبب دیگری بالا رفتن نرخ آن می‌دانند. اینچنین محدود شدن واردات مواد سوخت از قزاقستان به بالاروی نرخ آن تأثیر رسانیده است. در 6 ماه سال جاری به تاجیکستان 500,000 تن مواد سوخت وارد شده است که نسبت به سال گذشته 70,000 تن کمتر است. به تاجیکستان مواد سوخت اساساً از قزاقستان، روسیه و قسمت کمی آن از ترکمنستان وارد می‌شود. قرقیزستان جانب تاجیکستان را با کندن خندق‌ها در نزدیکی گلونای مرکزی تقسیم آب در اسفرکی 4 ماه پیش سبب زد و خورد خونین شده بود گناهکار کرده است. خدمات مرزبانی این کشور گفت تنها پس از اعتراض آنها و مذاکرات منصبداران دو طرف تاجیکستان کندن خندق‌ها را بس کرد. بعضی از ساکنان چارکوه و واروخ کندن خندق‌ها را انکار نمی‌کنند اما همزمان گفتند در این صورت باید جانب قرقیزستان نیز خندق‌های ساخته خود را ویران کند. همکارم میرزانبی خالقزاد این موضوع را پیگیری داشت و حالا در استودیو با ما است. میرزانبی آیا جانب تاجیکستان در این باره اظهار نظر کرد؟ بله عبدالله، رئیس جماعت چارکوه اسفره شکرالله ناصریف در صحبت تلفنی همین روز 23 اوگوست به رادیو آزادی گفت در حقیقت دیروز در نزد گلاونای با تراکتور و بولدوزر مشغول کار بودند، ولی به قول او نه برای کفتن خندق بلکه به مستحکم کردن ساحل دریای اسفره که طرف قرقیزستان از آن یاخسو نام میبرد مشغول بودند.
جانب نصریف گفت طی چند سال آخر ساحل دریا از طرف چارکو خواجه‌علا خراب شده است و آن را مستحکم کردند. نصریف ادعای جانب قرقیزستان را درباره خندق‌کاوی‌ها واهمه گفت. اما با وجود پاسخ مسئول جماعت چارکوی اسفره در صحبت‌هایی که با ساکنان چارکو خواجه‌علا داشتیم، آنها تصدیق کردند که در گلونای طرف تاجیکستان هم به کندن خندق مشغول بوده است. غفورجان جورایف رئیس محله تاجیکان در اسفره روز 22 اوگوست در صحیفه‌اش در فیسبوک گفته است یگان حقوق ندارند که جانب تاجیکستان را برای کندن خندق‌ها گناهکار سازند. امروز در گلونای و میگوید بودم و دیدم که قرقیزها چخیل خندق‌ها کوفته بتون کرده به جنگ آمادگی دیدن. ساکنان محله میگن امروز هم کندک خندق‌ها یعنی ادامه دارد. میرزا نبی، برخی از ساکنان میگویند که پس از فرارسیدن شام قرقیزستان درون‌ها را برای نواربرداری به ناحیه اسفره میفرستد. آیا این درست است؟ در این باره معلومات دارید؟ ببینید، همین روز در صحبت با ما همین رئیس جماعت چارکو گفت که تقریبا 5 روز می شود که درون‌های طرف قرقیزستان در فضای محله‌های سرحدی دیده می شوند. و گفت درون‌ها بلند پرواز می کنند، ولی در نقطه‌های دیدبانگاه‌ها و قسم‌های نظامی سرحدی پایان فرامده باز پس می گردند. واقعا ساکنان محلی هم نیز وجود درون‌های کشور همسایه را بر فراز اسفره مشاهده کردند و تصدیق کردند که یک هفته اخیر دیدند، ولی تا حاضر مقامات قرقیزستان به طور رسمی درباره درون‌هایش حرف نزده است. اما در یک ماه آخر بار چهارم است که مقامات و رسانه‌های قرقیزستان طرف تاجیکستان را به عمل‌های به گفته آنها تحریک‌آمیز گناهکار می‌کنند. مقامات تاجیکستان در این راستا سکوت اختیار می‌کنند. 22 اوگوست طرف قرقیزستان همچنین گفت که گویا ماشین‌های شهروندانش در راه بادکن اسفنه از طرف تاجیکستان سنگباران شدند. بله. تشکر میرزا نبی. با این وجود نام گلونای در حال در رابطه با بحث‌های مرزی تاجیکستان و قرقیزستان دیگر باره رسانه‌ای می‌شود که آخر ماه اپریل امسال نصب دوربین نظارتی در آنجا به مناقشه مسلحانه سبب گردید. مقامات تاجیکستان گفتند در آن رویداد 19 نفر کشته، 87 تن زخمی شدند. جانب قرقیزستان کشته شده های خود را 36 و زخمیانش را 154 نفر اعلام داشته است. دادستان‌های هر دو کشور برای پژوهش حادثه پرونده جنایی گشودند. مطبوعات غربی و ناظران آمریکایی می‌نویسند رشوتخوری و فساد یک مایه اصلی زود شکست خوردن ارتش افغانستان از طالبان شد. در 20 سالی که ارتش آمریکا و پیوندانش همکارانش از ناتو در افغانستان سپری کردند، برای بنیاد ارتش افغانستان 88 میلیارد دلار خرج شده است. گفته میشد ارتش افغانستان از 300,000 سرباز عبارت است و با نوترین اسلحه و تجهیزات نظامی تامین شده است. اما با خارج شدن نیروهای آمریکا ارتش افغانستان در چند هفته به طالبان تسلیم شد. چون و چرا این موضوع را در گزارش از تلویزیون نستایش وریمه می‌بینیم که همکارم محمد وفا رضازاده آن را تقدیم می‌کند. آیا طالبان حکومت را در افغانستان غصب می‌کنند؟ نه، چون که ارتش افغانستان 300,000 سرباز دارد. ارتش خوب آماده شده، مثل یک ارتش حاضر زمان مجهز شده است. طالبان باشند همگی 75,000 سلاح به دست دارند. ارتش افغانستان در چند ساعت بدون جنگ به طالبان تسلیم شد. در چند هفته کشور به دست طالبان گذشت. معلوم شد که بدون حمایت نظامیان ناتو، علیرغم انتظارهای پرزیدنت بایدن، ارتش ملی نمیتواند با طالبان ایستادگی کند. نشریه گاردین می‌نویسد که ژنرال‌های آمریکایی دائم آمادگی جنگی ارتش افغانستان را از بودجه بالا نشان می‌دادند. در 20 سال آمریکا برای اصلاحات و رشد نهادهای انتظامی افغانستان 88 میلیارد دلار خرج کردند. نهادهای نظارتی آمریکا ماه گذشته اظهار داشتند که گزارش‌های نظامیان آمریکا درباره آمادگی جنگی ارتش افغانستان خیلی خوشبینانه است
که به واقعیت راست نمی‌آید. راهبریت سابق افغانستان قریب 3 مال‌ها از جمله سلاح و مهمات را که برای ارتش افغانستان داده میشد غارت میکرد. تقریباً 20% سربازان که در قسم‌های حربی ثبت شدند در اصل جان‌های مرده هستند و در اصل وجود نداشتند، ولی برای آنها معاش و خوراکواری جدا میشد. وقتی طالبان یک قسم حربی را ضبط کردند، معلوم شد که در آنجا کمتر نصف هیئت شخصی هستند و تمام دیگران اصلا وجود نداشتند، تنها در روی کاغذ بودند. اکنون باید معین شود که 88 میلیارد دلار به کجا خرج شد. راهبران بلندپایه افغانستان، منصبداران سطح میانه، پایین، وزیران و معاونانشان در رشوتخوری دست داشتند. حتی معلوماتی هم وجود داشت که در داد ستدهای رشوتخوری نمایندگان نظامی کشورهای خارجی هم همراه بودند. در آموزش و تمرین استفاده سلاح نظامی 17 شرکت‌های پیمانکاری آمریکایی شرکت داشتند. این شرکت‌های لاجستیکی، ساختمانی و مهندسی بودند که در مجموع 18,000 کارمند داشتند. بیننده ارجمند، شکل کامل این گزارش را در صحیفه آزادی ویدیو در سامانه رادیوی آزادی www.azadi.org میتوانید تماشا کنید. مقامات در شهر دوشنبه نمایشگاه فروش کتاب‌ها را برگزار کردند. این در حالی است که سالهای اخیر ناشران از کم شدن خریداران کتاب در تاجیکستان میگویند. مقامات میگویند از راه تشکیل چنین نمایشگاه‌ها و ارزان کردن نرخ کتاب تلاش دارند توجه مردم را به کتابخوانی بیدار سازند. همکارانم شهلا عبدالله و علیشیر ظریفی در این نمایشگاه شرکت داشتند و این گزارش را تهیه کردند. نمایشگاه فروش کتاب در باغ استاد رودکی شهر دوشنبه. در این نمایشگاه مؤسسه‌های طب و نشر کشور 160 نامگوی کتاب را با تعداد 25,000 پیشکش ساکنان نمودند. نشریات ادیب نیز با نمونه از کتاب‌های چاپ شده تازه نشر خود شرکت کرد و در این نمایشگاه با 30% تخفیف کتاب‌ها پیشکش خوانندگان شدند. آثار ادیبان کلاسیک و معاصر، کتاب‌های درسی برای خوانندگان مکاتب کشور و ادبیات کودکانه در نمایشگاه به معرض گذاشته شد. 2 عدد کتاب خریدم، شعر از استاد لطافت و آب زیر یک از استاد عطا همدم. کتاب‌ها با تخفیف 30% پیشنهاد شده است و از دیگر فروش کتاب‌های دیگر جای‌ها به کلی فرق می‌کند. با این وجود حضور ساکنان در نمایشگاه فروش کتاب کمرنگ به نظر می رسید که این باعث نگرانی برخی فروشنده و مؤلفان کتاب گشت. کارو نادرست موندن. باید که تمام کارخانه‌ها، مکتب‌ها همه جا باید آماده اشتراک می‌کرد. یعنی مردم بیچاره آدمایی که کتاب نویسیدن، نشریات‌ها امروز دراز در آفتاب خاک شده ایستادند. هرچند آقای طاهری برای جلب دوستداران کتاب خواهان ترغیب و تشویق درست و بیشتر شد، نمایندگان وزارت فرهنگ که تشکیل کننده این نمایشگاه هستند، گفتند از چند روز پیش طریق رسانه‌ها مردم را خبردار کرده بودند. وضع کتاب و کتابخوانی و مشکل مالی اداره‌های طب و نشر از مسئله‌هایی است که بارها مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. بازار کتاب و خریدار و نیازمند که وجود داشته باشد، طبیعتاً کتاب‌های خوبتر و بهتر با نشر با صفت‌تر پیشنهاد خواهد شد. این یک روند متقابل است. یک نشریات نمیتونه بی درآمد هم خیلی کتاب چاپ کند و اگر خواننده نداشته باشد، اگر مبلغ ضروری دسترس نکند، کتاب خوب پیشنهاد کند. این چاره‌بینی به مناسبت 30 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان برگزار شده. مسئولان گفتند که هدف از آن دسترسی به کتاب نسبتاً ارزان میباشد. ظفرشاه شاه میرسیدوف، یک زاده تاجیکستان، از جماعت واروخ اصفره در مسابقات کشاد جام اروپا اوید به محاربه‌های بدون قاعده یا MMA در شهر قزان روسیه غالب آمده سزاوار مدال طلا شد. تفصیلات را در صحیفه آزادی ویدیو ببینید. و بیننده ارجمند، وقتی برنامه اخبار آزادی اینجا به پایان میرسد. تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. خبر و گزارش های دیگر را در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org ببینید. گزارش های دیگر در آزادی ویدیو هستند. خداحافظ.